داغه های سینه من کمتر از جانجیب مختار نیست. مختار پدر گم کرده و ما بچه گم کردیم. چه تا شما؟ قهرمان کشور ما، قهرمان رسانه ما. قربان شم. بابا داری پول خشتی ما خود تا بال ندیدیم کدام دانه خشت ای پول کار شده باشه. چند تا خانه و موتر خریدی از این پیسه لکی از دوران پیسه لکی. انرژی دکی داره پدر گاو نداره، اینمی کل انرژی ازی در پای عزیز. خودم خندروی هستی و بله چی کنیم؟ اما تو از که کدام تا تار سفید نداره ریشت میبینم ندارم. اما مرا در خانه خودم که کسی نتا جای نه من کجا برم؟ یک جای دیگه باید به من خانه بده دلش گرویز دیگه. ما تو میای سرت سفید شده. خدای نخواسته بازم سلام عرض ادب. خیرت داره. خودم شیرین هستم چی میگی؟ خودت قند هستی. دلبر هستی به یار خداوند نوش جانت. نمیشه کمی مصرف را که دیگه با دست میاری بچه‌ها بیاره. نه. هیچ نه امکان نداره. امکان نداره. به نام خداوند یکتا. السلام علیکم وطندارای عزیز، خانواده های نهایت محترم، بینندگانی که از طریق تلویزیون آریانا، از طریق تلویزیون آریانا نیوز و کمی او طرفتر از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنید. خداوند هزار بار سپاسگزار هستیم که باز هم یک روز به عمر ما اضافه شد و ما هم در خدمت شما قرار گرفتیم با یک گزارش کاملا ویژه و جدید. ما به قلب شهر کابل آمدیم، به پل خشتی. حالا ما را که یکان وقت زنگ میزنن کجا هستی؟ پل خشتی استم. کجا هستی؟ پل خشتی میرم. روان هستم اون طرف. یک چیز که کار را میشه کمک ارزانتر میخریم، ما میرم طرف پل خشتی. بابا داری پل خشتی ما خود تا بال ندیدیم کدام دانه خشت ای پل کار شده باشه یا از خشتی پل جور کرده باشه. اگر فرصت پیدا شد دیدم پرسان خواد کردم. اما گپ بسیار مهم که بعد از 25 سال قرار است که پل خشتی بازسازی شود. خود پل پیاده روایش شار است. ما زیاد گپم نمیزنم، ما میخوایم که اینم تو برم اینجا را فیلم برداری کده. چند گپ از اینجا، یکی از خود پل زیاد خاطره داریم و یکی از نانفروش مشهور امی پل خشتی موسیخان پیش از او هم خواد رفتیم و ساخت و سازی پل بر شما تصویر میداشیم و پرسان بکنیم که چقدر وقت میشه که کار شروع کرده، چقدر وقت بعد تمام خواهد شد. بیاییم که ما تو بریم، اما یک میمونه که بسیار چوچه داریم امور میبینیم باشته که بیادر اونمو میمونه که چرا بیا بابا بیادر را ببینیم که امرایشان فامیل هم هست. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام خوب هستی؟ جور هستی؟ واقعیت قهرمان کشور ما، قهرمان رسانه ما. قربان شم. آقای حفیظالله، واقعیت من 2006 هستم و هر شب 11 بجه شب برنامه‌اش تعقیب میکنم. خدا کمت نکنم. همون دیگه امی هر شب که بخوایی میکنی از 2:30 تا 11 شب امی کتگب است. این بچه کم حتی برنامه تگوش نام خودتان بگو. نام عطا جان فامیل. اسم تابش نوریست، باشنده مکریان ناینو. اینجا آمدیم. طرف مکریان 3 و 4. بله. همون طرف زندگی. بله. حال شهر آمدیم. حال شهر آمدیم، یگان سودا و چیزا میگیریم بخیر. این خوب شد که دیدی. زنده و سلامت باشی. خوش باشی. بخیر باشی. سلام بده که اسمک تا بگو. نام چیست؟ سلیمان. سلیمان. اما تخت سلیمان میگن. تخت سلیمان. بله بگو. سلیمان نام تا کی مانده؟ پدر. آفرین. حالا امی تو خوشداری پاچا شوی؟ چقدر وقت بعد؟ صبحکی. الله همه قزود. ای برو پشت گپ نگرد. این ما که قضاوت کشیدیم هنوز هیچ چیز نیستیم. تو خو میخوایی یک شب که صبح شب پاچا شوی؟
میشی بخیر میشی، اما در صورتی که آستا بخیر دیگه در سارا بخوانی، سوره قرآن شریفه بخوانی، قرآن شریف بخوانی، الف بیره بخوانی که باز تو دیگه شوی چی؟ پاچا. پاشا. پاچا شوی. اولین کار که میکنی چی میکنی؟ پاشا. خب بعد از که پاچا کشیدی باز چی میکنی؟ خدمت خدمت میکنی. خدمت میکنی. دیگه چی میکنی؟ خدمت بسیار زیاد خوش شدم. زنده تشکر. سلام. تشکر. بسیار زیاد بریم تشکر. چاشت است. به خوش خدا باشید. لالافیز. خوش باشید. با عزت. برای واقعا فامیل منتظر قهرمان هستم. رسانه ها حفیظ جان است. خدا واقعا با عزت باشید. با عزت باشید. قربان محبت اینی مردمم. یکم دور برو کراچی از متوجه باشه بچم. اینم اینجا. خداوند کمتان نکنه. ما با یک صدا میگم کلتان دوست داریم. خیر ما هم دوستان داریم. خدا کم اگر کس مرا دوست نداره دستش بالا کنه. قلب ما دوست داریم. کسی که دوست داره دستش دوست نمی دور نمیخورده نمیامدیم. نه دوست داره کلی. خب اینا کسی که دوست داره بلند کنه دستش. کلگی است. خدا کمتان نکنه. خدا فستان. ما هم رفتم کی طرف گزارش دارم با مان خدا. از کلتان خدا. امروز یک جوان سر خوردیم که چقدر از شوق توله می نوازه. توله نواختنه که دینمی رگ آدم کار میکنه. مستقیم کار میکنه. من که این صدایش شنیدم سرم کار کرد دیگه که من آدم از دور پیدا کرد. نخواست تصویرشم بیاین، نخواست که نامشم بگیریم، اما فقط برای ما می نوازه. گفت همین نواختن کار داری یا نه؟ گفتم ما هم خیلی میره کار داریم. گفت برات می نوازم. لالایم خوب هستی؟ خوب است، حتما بخیر است. قربانت شم. آرام بسیار. کدام درد، کدام رنج، کدام گپه، کدام چیز خود نداری؟ نه شکر چیز نه. شوقی می نوازی؟ ما شوقی هم طبیعت می نوازم. هم تو طبیعت؟ یا بشنیم با طبیعت ما هم بشنیم. صحیح است؟ صحیح سلام. حوصله من به سر آمد. بله. زبر یار خبر آمد. بله. که شمع بزم رقیبان شده یارم. شده یارم شده. بلا هیچ دل ما نمیشه. تو بگوش که دیگه من نماز. شاید گمانم باشه. بله.
یک زمان بسیار زیاد خرد بودیم. باز پدر ما وقتی از لیلامی برای ما بود میخرید، باز به خاطر از که او خو یک چیزه که در جانش نمی بود، باز یک چیزه که کسی که میخواست که جاندار شوه، باز دیگه می آورد او بوته به سر پل خشتی. کاری را که بوددوزای سر پل خشتی میکنن در هیچ جای کابل او کار کسی کده نمیتونه. یعنی کارشان فوق العاده است در قسمت دوره دوزی و بعضی گپای دیگه که هست. یعنی خاطرات زیاد داریم. مرم باز پدرم همیشه میاد بوتایی که از لیلامی میخرید، باز ما بازو را دوره دوزی میکرد که من تو خوب کتکی بیا یخ مالک میزدیم کتش، اثر بامبا خودمون ناختیم کتش، گیرکان میکردیم، لشپکان میکردیم، توش لبورت میکردیم، شهیدکا میکردیم، خلاصه هر کار میکردیم. نوجوانی دیگه هدف مرکار دیگه اون بازی ها دیگه که باز یگان تا شخ این طرف و طرف نره. در پلی کسی هستم که تقریبا 40 سال میشه دین این پل خشتی است. مگم بیشتر خوشخوی بود، من که شروع کردم حال یک رقم خوشخوی هستیم میتورم واسه انشالله خوشخوی هستیم تب خوش هستیم بانت بیشک تصویلا می آدم های خوشخوی بازود پیرام نمیشه. نام تام نگفتی که نام محمد جان خاکسار است. خاکسار؟ محمد جان خاکسار، باشنده کابل هستم. بیشک از 70 پشت از این کابل هستم، شهر کونه. بیشک لازم دل شهر کونه جانا والا همی خاکسار گفتی دمی شرایط کلگی دلش از خاکسار بانه همی تخلص شه؟ جانا همی تخلص خاکسار زیادتر مردم انتخاب کرده کسایی که یک ذره شکسته است. بیشک 40 سال است که دمی سر پل خشتی است؟ 40 سال بله، 40 سال این کارم میکنم همینجاست. یگانه گپ یا خاطره که هیچ وقت ازش فراموشت نمیشه سر پل خشتی چی است؟ یگانه گپ یگانه خاطره که در پل خشتی بیادرتون یک نفر آمده بود میشه، ما را بیادر یک کمک کرده میشه که در بگرامی کلاگی را خوب یک کمک فوق العاده کرد. یکی دوم دیگه این میشه یک سیاسر آمده بود وضعیتش خراب بود. یگانه روز خوشبختی من بود که میشه با دوستا خیستیم گفتیم اینمی آدم ناتوان است یک همکاری کنه. باز کسی 5000 و کسی 2000 وقت 2000 و 5000 بود. کلاگی انداختیم با سیاسر همکاری کردیم، خوشحالی کرد، سیاسر دعا کرد رفت. اونم یک خاطره خوش از ما مونده. این نیکی که خود انسان به دیگه انسان میکنه باز هیچ وقت فراموش آدم نمیشه. مثل این که حال از یاد خود نره. نه ان شاء الله. صحیح. 40 سال پیش یک جوره بوته چند دوره دوزی میکردن در سر پل خشتی؟ او وقت گپ رو پا بود. گپ رو پا بود. 4 پا 5 پا دوره دوزی میکردن. گپ رو بازار ستا گپ بازار شد. 1000 پس حالا مونده بود پا. یعنی تو وقت شده که 1000 هم دوره دوزی کردی یک جوره بوته؟ 5000 یک بوته رنگ کردیم، 1000 دوره دوزی بوده. خب این پیسه لکی را میگیره؟ دیگه. چند تا خانه و موتر خریدی از این پیسه لکی؟ از دوران پیسه لکی. و ما قصد الحمدلله که خانه به خود جور کردیم، ازدواج کردیم. والا نه خیلی شده دیگه. این خیلی گپ ما هم صحیح بود او بده. گپ ما صحیح بود برادر. گپ ما به جای نبوده دیگه. خانه آن توی هم کردی؟ ان شاء الله جان. خانه را هم خریدی؟ خانه هم به خود جور کردیم جان. دیگه خیلی چی کنی؟ از اینکه دیگه گپ خوبش است. خوب کار با صداقت باشه، با فیض برکت باشه، حتما چیزی می باشه دایش. اینا لیگا پا کلاگی شنید میگن میادر این کار حتما پیسه داره کلاگی شروع. دیگه بعض مردم رو آورده دمی کار. از وقتی که می امارات اومده زیادتر مردم دمی کار رو آورده. خوش باشی. بسیار زیاد تشکر. شما دوستا. خوشحال شدم. سلامت باشی، بخیر باشی. چیز شاید ما چون خودت از من اول گزارشم شروع کردم گفتم امی پل خشتی کدام تا خشت امی کار شده یا نه کلش سمته؟ نه خاطر است که نام از پل خشت از بابای کرام ماجی تک جور کردن. همیشه خشت کار شده. خب از امو خاطر نام پل خشتی خاطر نامش پل خشتی است. از اون مسجد پل خشتی را جور. مسجد خشت کار کردن. خشت کار شده. بازی پل خشت جور نکردن؟ نه خب پل خشت جور نکردن دیگه. خویام زمینه با مستق دیگه. نگفتیدم پالی از امی چسبیده است. در زمینه چسبیده دیگه کیست؟ همیشه هم تو خوش خواندم. خوشحال کرد شما دوستا. بخیر باشید. سلامت باشید. قربانت شم. سلامت باشید. یک دانه پاچه 500 کل قریه ها تا 400 هم میشه. تا 400 هم میشه. عالی بازی کل ولو سه بس میکنه. ها کل منطقه را بس است.
گپا که چی میایه که تلویزیون میایه های روان که بیای یگان گپای سانسور میشه. ما قصابا همین عادت ما مذاق سر زبان ماست. تابت خوش نگاه. چی میکنی حال دو روز دنیا جگرخونی میکنی خیر؟ نه چی جگرخونی؟ جگرخونی هم کنی دنیا تیر از در گذار است اگر نکنی هم. بشک. حالی پاچه چی است؟ پاچه گاو وطنی است. گاو وطنی است. 500 400 بده 500 1 کیلو گوشت است. گوشت گاو اینال 1 کیلو سید. انرژی دکی داره پدر گاو نداره. اینمی کل انرژی زید پای عزیز. پاچه بهترین چیز است. خدای ناخواسته از بام میفتی کمر دوست افغان میشه اول پیش دکتر میری میگه پاچه بخور. اگه مهم نمی بود بگو چرا قیمت است؟ خب مهم دیگه است دیگه. حال مهم هم کس بگو 2000. کسی غریب باشه پیسه نداشته باشه او را چند میدی؟ او را به 200 میدی یا 2.5 این سوال کاکا. خب باز نسبت به خود ما دیگه نسبت به تعلق برای خود ماست که 2.5 دادیم به نام خدا دادیم دیگه خود ما میفهمیم کارمون. کاکا را من است. سوخته بس. کاکا این چیز میگه. کاکا جور هستی؟ که تو مرا 10,000 نفر تایید کرد تو مرا نداری 10,000 نفر تایید کرد چی گفته مال ما؟ تو کدیم کمک نکردی کلکی کدید کمک کرد داغه های سینه من کمتر از جانجیب و مختار نیست مختار پدر گم کرده و ما بچه گم کردیم چه تاش مرده فهمیدی؟ یکی همون شیر دیگر را که گفتم که داغه های سینه من کمتر از یعقوب و نیست او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم اینی 10,000 نفر تایید کرده ما هم تایید میکنم چراغ ما نمیشودد نمیدانم چی سر دارد یا پلته باریک است یا روغن دما دارد چراغ آن کسی شودد که تکیه با خدا دارد لا اله الا الله محمد صحیح شد چیزی که توان چیزی از واسه توان خدا من خب وظیفه ایم گزارش هست خدا کامیابتون خدا گفتنی دیگه از خدمت است نه دیگه نیست اینا میره گریان کردم نواسای ما کلش بچه هم شهید شدن نواسای ما کس کمک نکرد اونمو را که گفتم 10,000 نفر تایید کرده کس کدیم کمک نکرد خیر ببینین خدا کمتان نکنه خیر ببینین خدا کمتان نکنه خدا مغفرتشان کنه چیزی که رضای الله بوده خدا کامیابتان خیر ببینی بیادر خیر ببینی خانتان هر کس که کمک میتونه همراه کاکایم کمک کنه بسیار تشکر از کلتان خیر ببینین نه سعی کنین که اینی را میگن که هم دیگر پذیری مشکلات داشته باشیم که یکی دیگه ما باید در مشکلاتش ما شریک شیم برو کاکای مالا نگه دار خدا کامیابت کنه که کس باید دهیش چیزا دار من در اینجا میگردم 1000 دفعه پیدا می اینجا کار جریان داره تا به او طرف تا به ای طرف ما چم که ای بیا کی است مسئول خودت هستی بته دست تجور هستی صحتت خوب است پیشی هم اینجا یک دقیقه خیرتی بخیر هستی جانک جور است قربان زنده این موتر به خاطر چی آمده این موتر مواد پل سنگ و چیزا که ما کار میکنیم این از ریاست حفظ مراقبت از سرک 2 کارت نو انتقال میاریم اینجا به خاطر سمت و به خاطر بعضی وسایل مواد هم میاریم بله این یارم شما آوردید بله این یار از کجا آوردید این یک فابریکه داریم در سنگ نمیشته فابریکه خود دولتی است این سنگ جور میکنه خب سنگش کوالتیش خوب است به این پیاده رو دیگه به این پل بعد که فعلا این پل به نام پل خشتی مشهور است نه حالی تبدیل شد به پل سنگ حال تبدیل میکنن یا چه رقم نه تبدیل میکنیم ان شاء الله بخیر اگر رضای خدا باشه خسته نباشی خیر مزاحم خودت نمیشیم بزرگا او طرف است انجینر صاحب اون طرف است کدام است انجینر صاحب کلاه قناری که در سرش است انجینر صاحب میبینیم که پرسان بکنیم که از کجا تا به کجاست چقدر کار شروع شده چقدر مانده است خداوند خیرت بده با عزت باشی خودم خنده روی هستی و چی کنیم اما تو از که کدام تا تار سفید نداری ریشت میبینم ندارم
اما تو نیست خیر باشه خداوند خیرت بده با عزت باشی سیاه داره ریشک خوب سیاه رنگ نکده باشه نه ما 6-7 سال میبینیم که ریشک از این مقبول همت سیاه است از تو زیاد از من نه سفید شده والا یک ذره بینانی سفید نکده باشه مرا واره نه کار روزگار غریبی ریش سفید واسه اینه عجب سنگای را آوردن به ایجا به خاطری پل سابقهش خوب بسیار وضعش خراب شده بود دیگه وقتش هم پوره شده بود سمت خود مسجد پل خشتی باش که این تو نشان بده بود طرف سرای شاهزاده که حالا مای کام دور شده از دستم دریای کابل. خب خیلی گپا دارم سر دریای کابل اما در این گزارش نه ان قریب که یک گزارش می داشته باشم برای شما بیننده باشین که سر دریای کابل بسیار گپا داریم. خب باشه این طرف انجینر صاحب السلام علیکم. سلام علیکم چون خوب هستین بخیر هستین شما بخیر هستین سلامت هستین بخیر وقتتان بخیر از شما هم بخیر باشه خوب انجینر هستین صاحب عزیز یک معرفی بکنین خدا. اسم ما ایمال احمدی است یکی از انجینرهای ریاست حفظ مراقبت که مربوط شارولی میشه. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب عزیز. چون جریان کار است دوستایی که طرف میرن از پیش کامرا گناه ماست که ما در جریان کار آمدیم گناه از وا نیست بیاده. خب انجینر صاحب اصل کار از کجا شروع شده تا به کجا است این پروژه چقدر وقت پیش شروع شد؟ تقریبا ما خود در بخش ترمیم پل کار میکنیم تقریبا این پل ششم است که ما کار میکنیم و پیش از این تقریبا پل یک پیسگی را پل شاد شمشیره را تیمورشاهی را و قسم پل سرخ و شیر دروازه را که پل ششم پل خشتی است که بسیار اوضاع بسیار خراب بود تقریبا 3 روز پیش ما از این کانکریت های سابقه از این بسیار خراب بود و را کندیم سوار پاکاری کردیم و امروز سنگ فرش ما است که ما سنگ شاروالی است به نام سنگ چلستون سنگ کار میگیریم که پارسال فابریکه نو تاسیس شد با حکم شاروال صاحب و از خود سنگ شاروالی است که به نام سنگ چلستون مشهور است تقریبا 1 سال میشه که تولیدات از شروع شده اکثرا ما در پارکای نمیره کار میگیریم پیاده روا کار میگیریم که اکثرا تپه مرنجان است در اینجا اکثرا پلا پیاده روا ما این سنگ نو معرفی گرفتیم که مردم بسیار خوش میکنند. این سنگ نو است. نو است. مثل سابقه واره نیست. نه بخاطر که خود بودجه شارولی است دیگه ما خودمون تولید میکنیم و پروژه ما اکثرا کفایت میکنه. این که تولید وطن خود ما سی بیخی که گپ کات است. بله سنگ ما از دیگه جای بیاریم. بله سنگ نوشته است. فابریکه ما سنگ نوشته است که پارسال تاسیس شد و این سنگ تولید. بخیر باشی چند روز پیش گفتی شروع شده؟ تقریبا 3 روز میشه. 3 روز میشه شروع شده. اینمی فعلا هم کار جریان داره. میشه اگر از جریان کار جداگانه تصویر میگیری هم دلت رشاد حال میگیری هم دلت خب گپی است که از جریان گپای ما بیشتر خوب است که ببینن همین بلندی از این چقدر گرفتین فعلا از خود سطح زمین تقریبا این بسیار پخش شده بودی سایه و اکثر نیکراچیوانا که بودی سرک کانکریت و چیزا رو مواد سر و خودمون زیر پای خود انداخته بود بلند کرده بودی سایه و ما که آمدیم تقریبا یک 5-6 سانتی کانکریت ها مواد اضافی از کندن کاری کردیم پول پاکاری کردیم ایرا کردیم تقریبا نمیال 5 سانتی مساله ماست تا 3 سانتی ضخامت سنگ است یک 30-40 سال خود کار داده تقریبا او با چی مردم هستن نمیال اکثرا پولا را که ما پس لا کردیم مردم هم کراچوانی و چیزا را خدا چی میکنه اگر نه سنگ بسیار چیزا 40 سال چی که تقریبا اگر شاید 100 سال چی بتا اگر مردم هم رای چی کنه اگر ما نمیال فرض مثال نمیره ما قطار مد نظر داریم که بغلا از مکمل قطاره شونده میشه و بغلا میشه که از کراچی داخل نشتانا بل مرور مردم سوال من این بود که تنها از سنگ فرش میشه یعنی پنجره هایی را که شما میبینید از سابق است این بسیار محکم است شاید پس نشه چون شاید رنگ شوه همین پول سرخ یک قسم قطاره اون سابقه تقریبا از زمانهای سابقی پول بخیال بنام پول بسیار پول تاریخی است و اینی بغلایش ما قطاره میگیریم که موتر و کراچی و داخل نشه تنها به مرور مردم باشه و اگر ما نمیرم پس نشانیم این مردم این چیز کراچی ها هست اینجا ما روز آمدیم تقریبا اینجا راه رفتن نبود قط اینجا ترکاری بود نمین دوای موشی چیزا بود یک کمک باید از خودگذری هم شود اونا هم بیچاره مجبور هستن ولی باز به این معنا نیست که ما همیشه گفتیم اگر پس میشن باید برشان جای باشه ات نمیشه کو از اینجا بره کجا بره حالا اینا مثلا مرا در خانه خودم که کسی نتا جای نه ما کجا برم یک جای دیگه باید به من خانه بده دلش گرویز دیگه ات نمیشه کو هم بره یعنی در هر صورتش در هر حالتش
هم انجینر صاحبای ما بجانب هستن، هم دست فروشای ما. برای زو باید جای باشه که بسیار تشکر. فقط فعلا سنگ فرش است، کتارایش هم رنگ میشه. کتارای نوی بغل شانده میشه. کتارای نو هم در قسمت شانده. خاطر که از موتر و کراچی جلوگیریش داخل پول. سکتور خصوصی خو نیست. خود شاروالی است. خوش خیر باشین. ما من چیزی گپ خاص خونه مونده. بخیر باشین. تشکر زنده باشین. تشکر. خو خوب هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی. فامیل خوب است؟ از کجا رسیدی؟ از پانتون بودم آمدم یک بطری موبایل ضرورت داشتم گرفتم. چی میخوانی؟ کامپیوتر. چطور درسا بدلت است؟ خوب است. خوش مگذره؟ خوب است. خوشحال هستم که دیدم. قربان. چه خدمت تک؟ سلامتی. با عزت. بخیر. او نموز یک رفیق داریم این از رمضان، اونمون نیست. اموز نه. امی خودش است. این از رمضان که ما ایره. یعنی میجه دیده بودیم. هستی؟ ما تو مویای سرت سفید شده. بازم سلام عرض ادب. خیر خیرت؟ جور صحتت خوب است؟ جانک جوره؟ شکر. مگم نامت یادم رفته. محمد صادق. صادق؟ محمد صادق. محمد صادق. بله. صادق. بله. صادق هم هستی. صادق راستکار. 100% دیگه نامت که صادق باشه بازم صادق. السلام علیکم. بخیر. خوب است جانک والا جوره؟ برنامه هم میبینم بسیار بهترین برنامه. خدا کمت نکنه. خداوند خیرت بده بخیر باشی. همچنان. السلام. با عزت باش. صد تشکر. صادق جان چقدر تغییر آمده بیاد در زندگی در روزگار؟ دیر شده نبود ندیده بودم. والا زیاد تغییرات آمده است. بسیار زیاد تغییرات آمده. سابق هم خانه که بازم که یک ذره خوب بود. تا که امارات اسلامی آمده که از نگاه اقتصاد بیخی ضعیف شده. اهمیت است، بازسازی است، همه چیز است، اما اقتصاد فعلا که بیخی در صفر قرار داره. بیخی هم در صفر است. حالا از این کار بار از این شامپو صابون اینی هم است توست؟ نه از این بیادر دیگه مزنش یه چیز نمیشه؟ والا شکر میکشم همیشه روز میشه روز شو میشه اونموش 1000 بار شکر. اما این چیزی نیست که باید پسنداز داشته باشه. خوش شدم که دیدمت اینت یک بغل کشی میکنیم رفت و اجازه کدام گفتنی اگه داریم مایک و کامرا در خدمتت است. جور صحیح و سلامت از طریق تلویزیون آریانا زنده باشن. هر جایی که وطن داراست جور صحیح و سلامت باشن. خوش باش. اصلی نفر گیر کردی خوب است خیر است. السلام علیکم. خیرت؟ صحت خوب است؟ او نوج از کامره ما اون طرف اینالا دیدیشه؟ خیرت است؟ در رمضان دیده بودیم. رمضان اینجا که هم تا سیاه بود سفید شد. بله دیگه خود زندگی دیگه. قربانت. حالا من سیدم کارو ترکاری. بله دم کارو. حالا از این چیزی وصول میشه یا نه یا روزا بگم؟ سه دیگه چطور کنیم؟ خب. خود دیگه وظیفه و کار نیستم این 200 300 هم غلی. چند سال است این پول خشتی است؟ یک 36 سال میشه. 36 سال. در 36 سال چی میکردی حالا ترکاری؟ نمی کار است. کار ترکاری را؟ نمی 36 سال. 36 سال. تو بیشی که حالا مانده نشی مشکل نه نشد دیگه گپ در 36 سال که رفت دیگه ما هم ناگزیر بشینیم ها. نواسه داری؟ شکر. کواسه داری؟ نه. خب در کواسه نرسیدی؟ نرسیدی. چند تا نواسه داری؟ یک دو دانه دارم. دو دانه؟ بچه جوان چند تاست؟ بچه جوان یک تا. یک تا؟ خب حال امی خودت توی کدی اولادار شدی جنجالدار شدی به سر رساندی 36 سال عمرت شد خیلی دیگه از این بابادشم کار میکنی به نظر من خود درست نیست با بچه ها باید که کار نکنم خب مریض میشم در خانه باشم میده ایسا که کی فلج میشم یکم پیاده روی کو و این مانا نیست که سر کمر اینال در این سن سال نظر خودت چی است؟ نظر خودم که زندگی جور باشه که قرار در خانه بشینی بیاده ایسا که پایین وقت مسجد بری نماز بخوانی و زندگی مساعد نیست. نمیشه کمی مصرف را که دیگه با دست میاری بچه ها بیاره؟ نه هیچ امکان نداره؟ امکان نداره. امکان که ندارم هم رفت. خوش باشی خیلی خوش شدم دیدم. زنده باشی. خبرت باز در رمضان میگیرم. بازار. یک افطاری باز میکنیم. صحیح. در این رمضان افطاری کردی پیش ما. شام بود. شام اینجا بامیه که پخته کردم. یادم ما بامیه را زیاد خوشم اومد. صحیح. خدا کنه کم دفعه بازم بامیه برام. اگه زنده بودی. صحیح. ان شاء الله. خدا
پول خشتی قد تغییر آمد این موسی خان درک نداره پش تو بدر که دیر وقت بعد آمدیم یعنی ما تو که به خبرت نگیری قنتو که یاد نکنی دیگه و یاد خدا بخیر هستی ما در تلویزیون میبینیم قربان سرشم جان خیرت بخیر است جان که جون است بخیر است شاورز بخیر تر میشه خدا درکای شما نیست برای جان بسیار مایل خدا کمت نکنه والله جان و شما هم کم نکنه که یاد وطن کردم میایم بیشک دیگه خیرت است با عزت باشی آرام کاکا موسی ماجور است به یاد خدا باشه دعا میکنیم به تلالا قربان یک کس از این میشه که یک چیز خوردیم یک دفعه یاد کرد از نانا تعریف کرد به یاد الله باشه این از راه خیلی دور سلاما را عین برات رساندم بر اردوش به یاد خدا باشی قربان سرشم خوش شدیم دیدنت باز ملامت نشم سلاما را رساندم فقط خبرش بکیام نمیای یگانده بچه خب نانا جور کردیم مقبول حالا خود کاکا موسی گپ دایی است من که مانده و زله در خانه میرسم خدا و راستی خبر شم که نانمون بیادرکای ماست میارن تکه تکه ما به خدا من وقت نمیشه پشت این تو که یگان وقت سر میخورم باز میایا خب نانا جوره ای توی سکوتا نانا جوره یگان شاد بگیره ایره تو نشان بده نما تو سم صحیح که یگان شاد ایره نمیشه باز این استاد میشه خب صحیح هر وقت پول خشتی آمدین اینمی دو چهره را ببینین این تو نانای ازبکی در خدمت دان است صدقه سرتان دیگه جای پیدا نمیشه این نانا بله دو شب روز با نانمو تو کیک بمبم است به امر خدا نه قربان سرت آی والله کیک بمبم گفتی هم خورد ترکیای میادم باشه خود اینمی تو نکشی خب پیسه را نخ نمیکنه آمد له پیسه با من بگو دقیقه وقت که نامدیم چی ریخته و چی شکشته و چی پاشی قربان سر دنیا شکر گل و گلزار است دیگه خداوند همه قیمتی یک ذره پایان کنه دیگه هیچ با مشکلی نیست اما دیگه امنیت هست شهر ما شما کسی را کار نداره حالا نیست پیشه 20000 در جیب ماست تا بالا میگردیم کسی هیچ گپ نیست غریبانه دیگه اون قدر حالا این از پل نگفتیم پلم خواند پولم جور کده رئیس برای جانم شاید ما مردم هم اینجا بخزانه و اینجا هم برای جان جور کنه دیادی بقال نتی قربان سرشم چرا کم؟ سنگ کم گفتم دیادی بقال نتی او یعنی چی؟ یعنی به خاطر از اینکه سنگش کم باشه او را با خبر نزاد ولی یعنی ولی خود ما رو بخزانه شهر ما پاکاری شوه میخزیم دیگه حالا نه خود تو باز نیست که برای همیشه بگویا برو شب روز خود بگویا دیگه باز پس تا جایتون می شهر ما مقبول شوه کل خوش است عالمی شهر که مقبول شوه کی مخالفش است نه یا نه ما خوش هستیم طبع کل ما خوش می باشه که جور شوه دیگه وطن جور شوه دیگه جور شده مقصد جور شده رئیس جور شده پیش میره پیسه را بگی کو نفر هر کدام کماندونای ما شما قدایج زحمت میکشید وطن ما گل و گلزار بود هر تاریکی یک روشنی داره قربان سر چم به شکت از به خدا گلم خوش شدیم جان والا و قسمت شام بوده دیگه قسمت تقدیر کار خودم میکنه ترموزه که چای تمیشه کتیت است چای ایلور است والا یگان چیز بخوایم ها دیگه اگه چای پرت به خدا بیخی نقد تیار است هیچ بی زحمت اومد والا خورما یک ذره دیگه نمیاری یک منظره نه نکن همین چای چه خود شیرینی کت شیرینی جور نیست خب قربان سرت خودم شیرین هستم چی خودت قند هستی دلبر هستی به یار خداوند نوش جانت این گپ یک نفر دیگه گفته بود از روی آدم آمد برای نه خب در چاکلیت بیارم برات گفت نه یک رفیق من گفتم باید اگه چای پرتین در پیش دفتر خورما اینه این چی است او به خدا خب چاکلیت هست نه خود دوست داره مردم لالا یک ذره شهر چه شیر پیره بوده ازش دنده‌والت نمیتی لالا موسی یادت مرا که دنده‌والشون یک چای بتم لالا نه کته بوجیش با خدا که بخیر مرا پیاره تا که یک نیم کیلو چای بتم مرا کو کمد لایجاست بخیر کته بوجی بالا بالا اینا پر میکنیم هم در جیبای ما میبریم که میرسه نام خدا یوم از لالا بسیار تبارک بگیر چای که قربان سرت بگیر لالا جان شاو با سایلش کو نه با امر خدا باش که رقم چاک چند بجه شو میمونه یعنی که پرسان میکنه نمیبینه ببینین نمیبینه اگر دیدید پرسان نمیکنه ما نه خود 10 بجه میمونه خیال من نه استاد نه نام خدا یک دو نیم بجه میمونه 8 بجه یام میمونه 1 و نیم تا 2 هم میمونه یک شاد بچه‌ها رو بگی که با آمدی بدلشان چیز نگرده بچه‌ها نمیایه نیست باید نیست بیاین که تصویرتان بیاین مجلس ما گرم شو با خدا و بده
قربان سرتان این نام خدا کاکا جوانا کم پیش به کم پیش به لالا خیر اینی بیادر دگام تازه است تعمیرگر ماست یاد کار میرن نام خدا کلش زن آدمای زن کلش نام با نام پس تعمیرگر از کلتان بسیار تشکر از چای از چاکلت قربان برجان نام هیچ دیگه تکلیف نیست دیگه کل چیز حاضر آمده است ان شاء الله که در رمضان خود دیدیم دیگه بخیر الله یامن تا رمضان ربطین حالا همه ولی یک بار دو بار که بیاین که اینجا برجان ما بازور شخصی داره تا یک دیگه بازور شخصی میه خب صحیح تشکر کاکا موسی که یاد میکنین با یاد خدا باشه لالا خان خدا جان بخیر لنگرتان گرم باشه به امر خدا از ما میگم هیچ روی خاری و زاری ره چم وطن ما در افغانستان بیرون از افغانستان هیچ وقت روی خاری و زاری رو نبینه همیشه اینم تو چایشان داغ و آبشان سرد نانشان گرم با یاد خدا باشین که با یاد ما مردم هستیم خیر ببینین لنگرتان خدا کم با یاد خدا جانان باشین کل ما شما را خدا من تب خوش نگاه کنه تو خیر ببینین لالا این گلاس چای ما میگیریم همینجا قربانت نه دیگه باز نانا دیگه وقت میبریم ما نپرام رای کنیم ما در خدمت هست خدا کمت نکنه این چای که میگیریم باز ما میریم طرف دفتر آخر گفته بودیم در اول گزارش اگه فکرتان شده باشه گفتم پیش کاکا موسی میریم باز یک چای اوجا میخوریم این چای اینجا خوردیم و باز میریم طرف دفتر دیگه باز اندیوال ما هم از دیگه باز یاد خدا باشه قند خدا جان خداوند یارو نگهدار کل ما شما باشه همه ما شما باشه خدا کمتون نکنه